وای افسر زک تا الان اسکل شده بود، میزنه به عقب ماشین چپه میشه. چی شد؟ اوه 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 ترکی. نگاه کن شیشه های ماشین جای گلوله هست. این صدای شلیک بود. وای این که خود مادر سنشه. سلام، امیدوارم که حالتون عالی و درجه یک باشه و روز خوبی رو سپری کرده باشین. امروز من در خدمت شما با یک ویدیوی دیگه از GTA در شهر، یک ویدیوی 12 ستاره که پر از تعقیب و گریز، تیراندازی و تصادفه. داستانش هم از این قراره که یک ماشین نیسان سنترا با سرعت 111 مایل بر ساعت داره توی ایالت جورجیا حرکت میکنه که پلیس جورجیا متوجه میشه و سعی میکنه اونو متوقف کنه، اما اون وای نمیسه و پلیس به تعقیب و گریزش ادامه میده تا اینکه اتفاقات وحشتناکی میفته. قابل ذکره که توی این حادثه 3 افسر پلیس براشون اتفاقات ناگواری میفته. خیلی خوب، بدون معطلی بریم سراغ خود ویدیو و ببینیم که این مجرم هایی که شهر رو به هم ریختن کیان و چه به روز اون 3 افسر وظیفه شناس میفته. تصاویری که داریم میبینیم تصاویر دوربین خودروی یکی از افسران پلیس جورجیاست به اسم افسر زک پروید که اولین شخصیه که ماشین مظنونین رو میبینه، تعقیبشون میکنه و سعی میکنه اونها رو متوقف کنه. این ماشین جلویی هم ماشین همون مظنونین مادر ناصالحه. اینجا افسر بهشون دستور میده که ماشین رو متوقف کنن و اونها هم گویا ماشین رو دارن متوقف میکنن. چه مظنونین خوبی، چه موزیکی داره گوش میده افسر زک، کانتری کامل، یه گافچرونه به تمام معناست. اینجا افسر نزدیکشون میشه. وای افسر زک تا الان اسکل شده بود، اینا وایسادن افسر زک نزدیکشون بشه، بعد یه بیلاخ گنده نشون بدن و فلنگو ببندن. عجب خار کمپرسایی. افسر زک هم سریع سوار ماشین میشه و میفته دنبالشون. اینجا هم داره گزارش میده که آقا یه ماشین متخلفی از سمت ایالت جورجیا به سمت ایالت کارول داره حرکت میکنه. خودش هم سنگین میفته دنبالشون. بالاخره افسر زک یه گافچرونه به تمام معناست. دیگه زهرمارش شد، موزیک هم قطع کرده، به صورت جدی فقط افتاده دنبال مظنونین. اینجا هم افسر زک میرسه به ماشین مظنونین و سعی میکنه اونا رو متوقف کنه، میزنه به عقب ماشین چپه میشه. چی شد؟ کوشن پشمام، یارو برگشت تو خط. عجب راننده حرفه‌ایه، خیلی دست فرمون. اوه 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 آکا 47 در آورد سلطان، گنگش خیلی بالاست این یکی. اینجا هم شلیک میکنه به ماشین افسر زک و اونو چپه میکنه. پشمام، عجب صحنه ترسناکیه واقعا. این پلیسای آمریکا خیلی زحمت میکشن خدا وکیلی. مرکز هم سریعا گزارش میده که آقا یه مادر بدکاره‌ای با اسلحه آکا 47 توی خیابونا داره حرکت میکنه. پلیسا هم سریعا شورت‌ها رو میکشن بالا و سوار ماشینا میشن تا خودشونو به محل برسونن. گویا قراره که تمام ورودی و خروجی هایی که این مادر بدکارها دارن حرکت میکنن رو ببندن تا بیشتر از این نتونن خار کمپرسی بکنن. این هم تصاویر دوربین تنی یه افسر دیگه است که در حال تعقیب کردن ماشین اون مادر بدکاره هاست. داره لحظه لحظه هم گزارش میده. ایشون افسر راب هالووی، این توپل شجاع، داره ماشین اون مادر بدکاره ها رو تعقیب میکنه و گزارش میده که آقا نیاز به نیروی پشتیبانی داریم و کجا هستیم. اون زیر بوته به عمل اومده ها به سمت شلیک میکنن و اون کنترل ماشین رو از دست میده و این اتفاق براش میفته. اوه 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 ترکید، کاملا ترکید. این تصویر همون ماشینه از دوربین خود ماشین. نگاه کنید میره لاین بغل. وای اینجا میره مستقیم میخوره تو تیر چراغ برق. اینم تصویر ماشین بغلشه. واقعا ممنونم از تمام دست‌اندرکاران که ما تصاویر رو از شورت آقای هالووی داشتیم تا ماشین بغلیش. وای ماشین به نظر میاد پنچر هم شده، جرقه داره میزنه. این هم تصویر همون گلوله‌ایه که به سمت سر افسر هالووی شلیک شده. این دومین پلیسیه که اون پدر بینامونشونا میفرستنش قاطی باقالیا. البته قابل ذکره که هم حال افسر هالووی خوبه، هم حال اون گافچرون اول داستان افسر زک. فقط ماشیناشون به چخ رفت و که اونم به تخمشونه. خب دولت دوباره بهشون یه ماشین جدید میده، ولی خب خیلی شانس آوردن که توی این اتفاق زنده موندن، مخصوصا افسر هالووی که اصلا گلوله به سمت سرش اومد و خدا به نظر من خیلی دوستشون داشته. اینجا هم داره نشون میده که یه سری پلیسا خیابونو بستن و یه سری هم دارن میرن به سمت محل حادثه. این که حالا توی محل حادثه چه ولوشویی خدا میدونه. جنگ واقعی اینجاست. این شیرمرد افسر گردیه که داره مستقیما و تن به تن با اونو میجنگه.
و الان ما داریم دوربین ماشین افسر گردی رو میبینیم و این آدمی که پشماش ریخته خود افسر گردیه که مستقیما داره با اونو میجنگه و الان دارن به سمت افسر گردی شلیک میکنن. این صدای شلیک بود. افسر گردی اینجا پشماش میریزه و درخواست نیروی پشتیبانی میکنه. دوباره شلیک میکنن به سمتش. میبینید خایه کرده بدبخت. اینجا نزدیک ماشینش دارن میشن و افسرگردی متوجه حضور اونو نزدیک ماشین میشه. دوباره به سمت افسرگردی شلیک میکنن. پشت ماشین پناه گرفته و نمیدونه باید چی کار بکنه. هی هم داره میگه آقا جون مادرتون یه گروهی بفرستید، من گوه خوردم پلیس شدم. نگاه کنید شیشه های ماشین جای گلوله هست. نگاه کنید اینجا که افسرگردی یهو پناه میگیره، اینجا دارن دوباره بهش شلیک میکنن و اون طرف هی داره نزدیکتر میشه و شلیک میکنه که یهو دیگه اینجا افسرگردی داد میزنه این مادر سنده ها تو ماشینن. پشمام چه خبره؟ افسرگردی چرا داره سکندری میزنه؟ حرام. سلطان نشون داد رخو بالاخره. بذار پاس کنیم با دقت ببینیم. حرام، یارو 3 هکتار ماریجواناه. رخو ببین، اسلحه گرفته دستش، اومده چیکار؟ افسرگردی چی شد؟ واقعا نمیفهمم. گنگستره دیگه این اگه گنگستر نیست پس کی گنگستره؟ حالا داریم دوربین رو از ماشین افسر تراوت میبینیم که اینا وقتی گردی بهشون میگه آقا کدوم گوری هستین، اینا اولین گروهی هن که میرسن به اونجا که به گردی کمک کنن، اما دیر میرسن یه مقدار و الان رسیدن اونجا. اون ماشینی که داره چشمک میزنه ماشین گردی بدبخته که معلوم نیست چی شد. پیاده میشن، یه لحظه فضا رو ببینن، بعد صدای شلیک میاد. پشت حنا کنید، داره هی صدای شلیک میاد. اینجا دیگه میگن گردی به چخ رفته، بابا خودتون رو برسونید به منطقه. اینا هم سریع سوار ماشین میشن و گازو میگیرن که بیان جلو. این ماشین گردی بدبخته. این که خود مادر سنشه. دهن تو سرویس. چرا آخه؟ بزنین ننشو بیارین جلو چشاش. خب تصاویری که منتشر شده بود تا همین جایی بود که بهتون نشون دادم که واقعا هم تصاویر غم انگیز و دردناکیه. اما اون اطلاعاتی که تونستن جمع بکنم براتون در مورد این افراد و این مادر سنده ها، اون شخصی که دستش اسلحه بود اسمش پیر شلتون بود، یک مرد 28 ساله، یک مادر سنده به تمام معنا، و اون راننده هم پسر عموی خودش ارن شلتون بود که اون هم یک مادر سنده بود. پیر شلتون در این حادثه تیراندازی میمیره، به درک واصل میشه، اما ارن شلتون فرار میکنه و میره توی دل جنگل و پلیس ها با سگاشون میریزن تو جنگل و تا صبح جستجو رو ادامه میدن و اونو پیداش میکنن و میبرنش و چوب عدالت رو میکنن تو آستینش. آره. حکم ارن شلتون چی میشه؟ تا حالا ابد و یک روز شنیدین؟ ارن شلتون ابد و 109 سال حکم میگیره، یعنی بره تا آخر عمرش آبخونک بخوره به خاطر اقدام به قتل و همکاری در قتل. بالاخره هرچی نباشه اون راننده بوده و راننده ماهری هم بوده. در مورد افسرهای این پرونده هم شکر خدا همشون سالمن و پیش خانواده هاشون برگشتن و فقط افسر گردی و افسر تروت هستن که تیر میخورن. افسر گردی یه تیر توی دستش میخوره و یک تیر توی پاش و افسر تروت هم یک تیر توی دستش میخوره. قابل ذکره که در کنار افسر تروت یک افسر دیگه‌ای حضور داشته به اسم افسر رپتو که این دوتا با هم دیگه میزنن اون ملعون رو به درک واصل میکنن. همیشه توی همه جای دنیا انسانهایی وجود دارن که از انسانیت توهین میشن به معنای واقعی کلمه و یک جورایی حیوان گفتن هم بهشون توهین به حیوانه و مقابل اونها دقیقاً انسانهای دیگه‌ای وجود دارن که میتونی بهشون بگی فرشته و یک فرشته نگهبانن، امنیت رو ایجاد میکنن و مقابل این پلشتی ها و زشتی ها جان خودشون رو فدا میکنن. یک جورایی به نظرم برای ایجاد امنیت داره روی زندگی خودش قمار میکنه و با جونشون بازی میکنن. به نظرم جای ستایش دارن و امیدوارم هر جایی که هستن، هر کی که هست، سلامت و سالم باشه همیشه. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین و امیدوارم که از این ویدیو لذت کافی رو برده باشین. تا ویدیوی پشم ریزون بعدی، مخلص شما، خدا نگهدار.